صفحه 21. واقعا تو باید قورت بدی پسر. 40 دقیقه آناتومی میخوندم، 5 صبح بیدار شدم. الان میخوایم با هم بحث قبلی رو کار کنیم. از تکنیک فاینمن استفاده میکنی تا به خودت یاد بدی و سعی میکنم یه جوری به خودم یاد بدم که مثلا 7 سالم بودم بفهمم، متوجهش بشم. ساده میخوام برم جلو. گوش کن پسر، ببین داستان چه قراره. حفره کرانیال رو گفتیم جلسه پیش که 3 بخش میشه: قدامی، میانی و عقبی. عقبی رو چی میگم بهش؟ بگو دیگه جون من. تحتانی، خلفی. تحتانی میشه پایینی، خلفی میشه پشتی. خب این نور رو دوست دارم این شکلی باشه. همینو پیش بریم، امیدوارم تغییرش نده. حفره کرانیال قدامی با بال کوچیک اسفنوئید از تحتانی، از حفره میانی جدا میشه. گفته خودش خط خلفیش حفره بال کوچیک اسفنوئیده که با استخوان فرانتال مفصل شده. انتهای داخلی بال کوچیک اسفنوئید در هر طرف ساعد یک کلیندوئید قدامی را تشکیل میده. انتهای داخلی بال کوچیک یعنی بال کوچیک رو به داخل به زاده کلیندوئید تشکیل میده. این زاده محل اتصال چادرونی مخچه است. از پشت چادرونی مخچه میاد به اونجا وصل میشه. قسمت میانی یا حفره کرانیال قدامی یعنی این وسط میشه در خلف به وسیله ناودن تقاطع بینایی محدود میشود. اپتیک کیاسما دیگه این پشت توسط اون محدود میشه. کف حفره کرانیال قدامی در سمت خارج از صفحه اوربیتال برجسته استخوان فرانتال در سمت داخل از صفحه غربالی شکل اتموئید تشکیل شده. یه بار دیگه، کف حفره کرانیال قدامی در خارج از صفحه اوربیتال برجسته استخوان فرانتال در سمت داخل از صفحه غربالی شکل استخوان اتموئید تشکیل شده. پس اتموئید کف چیز ساخته حفره کرانیال قدامی. کریستاگالی بیرون زدگی تیز به سمت بالا از استخوان اتموئید. کریستاگالی گفتیم کرانیال قدامی و کفش رو ساخته. یه بیرون زدگی به سمت بالا از استخوان اتموئید دقیقا تو وسط محل اتصال داس مغزیه. داس مغزی ربط داشت به سینوس ها، یادمه، یاد باشه پسر منم چک کنیم. بر روی صفحه غربالی شکل در طرفین کریستاگالی، غربالی شکل اتموئید، طرفین کریستاگالی، تاج خروس، شکاف باریکی برای عبور عصب اتموئیدال قدامی در اون حفره بینی وجود دارد. میکنم مربوط میشه به بویایی. در سطح فوقانی صفحه غربالی شکل پیاز بویایی قرار میگیرد. سوراخ‌های کوچک صفحه غربالی شکل برای عبور عصب بویایی هستند. در صفحه غربالی شکل استخوان اتموئید و کارایی‌های زیادی داره، هم داس مغزی رو داره، هم کریستاگالی اون اطرافشه، هم عصب اولفاکتوری و اتموئیدال قدامی به حفره بینی میرن. عصب اتموئید جزو عصبای 12 گانه نبوده، اولفاکتوری بوده و عصب 1 کرانیال میشه، ولی اتموئیدال رو بعدم سرچ میکنیم. الان سرچ میکنیم چرا بعدا اینا میخوام یاد بگیرم. The anterior ethmoidal nerve refers to a nerve that runs between the superior oblique and medial rectus muscles and carries sensory innervation from the anterior and middle ethmoidal air cells as well as from the frontal sinus. جالب داره میشه. ببین مبحث میره مبحث چشم، همین داره راجع به
عضله مایل فوقانی چشم و رکتوس یا عضله راست کننده میانی چشم صحبت میکنه. میگه عصب اتمویدال قدامی از بین این دوتا رد میشه. چرا رد میشه؟ به کجا میخواد بره؟ از بین این دوتا رد میشه که بیاد برسه به سمت بینی. چرا؟ چون از اونجا سنسوری داره میگیره، داره حس میگیره، احساس میگیره، حس یا بویایی یا حالا هر چی. نوشته حس چی؟ نوشته sensory innervation from the anterior and middle ethmoidal air cells as well as the frontal sinus. سینوس هوایی اینجا، یعنی فرونتال که جلسه پیش گفتیم، اینجا دو تا سینوس هوایی داریم ما، کارایش 4 تا بود، و سینوس های هوایی اتمویدال. اینا پس حس دارن داخلشون، سینوس های هوایی، واسه اینکه درد رو بتونن تشخیص بدن. این حس توسط همین اتمویدال anterior nerve منتقل میشه. این سراغ حفره کرانیال میانی، میشه پشت بال کوچیک اسفنوئید. حفره کرانیال میانی متشکل از یه بخش کوچیک میانی و بخشای وسیع طرفیه. خود نور رو باید کم کنم، خوشگل‌تر شم. بگو اینجاش. خب بخش میانی حفره از تنه اسفنوئید تشکیل شده. اوکی، اینو میتونیم بفهمیم یعنی چی. پس ما یه بال کوچیک داریم که جلوتره، یه تنه داریم که عقب‌تره. تنه میفته تو بخش میانی حفره کرانیال میانی. در هر طرف بخش گسترش یافته طرفی تقعر ایجاد میکنن یا با تمپورال لینگوهای مغزی تو اونا قرار میگیره. اینجا حفره کرانیال میانی در قدام وسیله بال کوچک گفتیم در خلط توسط کناره های فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال محدود میشود. پس پتروس تمپورال حفره میانی از خلفی جدا میکنه. اوکی، در طرفین حفره کرانیال میانی بخش صدفی استخوان تمپورال داره میگه دور و برش چیه از این اطراف میبندنش که اصلا نیازی نیست. همین آناتومی استخونا رو میدونی خودت، وقتی که بدونی دیگه میدونی چی به چی، خودت میتونی تحلیل کنی. استخوان اسفنوئید شبیه یک خفاش در مرکز داره تنه میباشد، بالای بزرگ و کوچک آن مثلا طرفین کشیده شده. پاهای استخوان اسفنوئید، البته من میگم شبیه پاهای استخوان اسفنوئید، اگه اسفنوئید خفاش باشه پاهاش میشه زائده های تریگوئیدش، زائده های تریگوئید استخوان اسفنوئید. تنه اسفنوئید هم گفته سینوس هوایی داره. دوباره این سینوس 4 تا کار میکنه. نمیدونم حس این سینوس هم توسط انتریور اتمویدال نرو جابجا میشه یا نه. در قدام کانال بینایی محل عبور عصب بینایی. پس کانال بینایی توی حفره کرانیال میانیه، درست؟ کانال بینایی محل عبور عصب بینایی و شریان افتالمیک مهمه. اپتیک نرو ازش رد میشه، افتالمیک آرتری شاخه‌ای از شریان کاروتید داخلی. شریان افتالمیک شاخه‌ای از شریان کاروتید داخلیه. چجوری میتونیم اینو یاد بگیریم؟ ببین عصب بینایی که خودت میدونی بینایی چشمه، نه جابجایی چشم، ربطی به ماهیچه‌اش نداره، صرفا واسه خود حس بیناییه. شریان افتالمیک هم که خب میدونی شریان اصلی تغذیه کننده چشم، شبکیه چشم از شریان افتالمیک تغذیه میشه. حتی یادم یه جایی میگفتش که شریان افتالمیک یه جایی اون لیگامنت دور نرو رو سوراخ میکنه که وارد اپتیک نرو بشه که بتونه برسه به شبکیه. شریان افتالمیک شاخه‌ای از شریان کاروتید داخلیه. خب این کاروتید یه دونه خارجی داریم، یه دونه داخلی داریم. داخلی تر معقوله که بیاد بره به چشم عصبدهی کنه و خارجی مثلا بیاد به گوش و نمیدونم ولی معقوله. اینجوری شاید بتونی راحت‌تر یادش بگیری. خب پس شریان افتالمیک هم میگفتیم شاخه‌ای از شریان کاروتید داخلیه، امیدوارم یادت بمونه. به سمت کاسه چشم اینا از طریق کانال بینایی وارد میشن. از شکاف اوربیتال فوقانی ببین الان تا الان داشت کانال بینایی میگفت، اپتیک کانال، ازش اپتیک نرو رد میشه و شریان افتالمیک. حالا SOF رو داره میگه، شکاف اوربیتال فوقانی. اگه این اپتیک کانال باشه SOF یا همون شکاف فوقانی میشه این شکلی، شکاف تحتانی میشه این شکلی.
شکاف فوقانی یک سوراخ شکاف مانند بین بالهای بزرگ و کوچک استخوان اسفنوئیده. اوکی. اعصاب لاکریمال، فرونتال، تروکلار، اوکلوموتور و نازوسیلاری و ابدوسنس. 6 تا عصب شد. چجوری میتونیم اینو رمز بذاریم؟ اینو باید یاد بگیرم. خب همین قراره یادش بمونه. همین فقط اینجوری یادش میمونه. فت آنال. خودمو میشناسم دیگه، من اینجوری یادم میمونه. همین فت آنال. ف برای عصب فرونتال، ت برای عصب تروکلئال میشد فت آنال. اوکلوموتور برای الف اول، بعد میره نه میشه نازوسیلاری، الف دوم مثل ابدوسنت و ل آخر هم مثل لاکریمال. اوکی. حالا لاکریمال که میدونی عصب اشکیه، میره به قطه اشکی احتمالاً عصب دهی میکنه واسه اشک ریختن، کار هر شبت. فرونتال یادم نمیاد چیکار میکرد. فرونتال تروکلئار چیزایی یادم راجع بهش فکر میکنم. به یکی از ماهیچه های چش عصب دهی میکنه، شاید هم به گوش ربط داشته باشه. خیلی مهم نیست چون خود کتاب هنوز چیزی نگفته و مطمئنا جلوتر بهش میرسی، یاد میگیری. اوکلوموتور اسمش روشه دیگه، موتور چشمی، حرکت چشم رو کنترل میکنه. اوکلوموتور فکر کنم اکثر عضلات دور حفره چشم رو کنترل میکنه. 2 تا عصب دیگه داریم. ابدوسنت فکر میکنم یکیشون باشه که یکی از عضله ها رو چیز میکنه، یا سوپریور بود یا اینفریور اوبلیک. یکی دیگه شون هم رکتوس طرفی رو عصب دهی میکنه. بریم دنبالش. میری دنبالش چیز باحال دیگه هم پیدا میکنی. راجع به انتریور اتمویدال نرو صحبت کردیم، گفتیم که حس سینوس‌های هوایی فرونتال و اتمویدال رو جابجا میکنه. حالا دقیقا اینجا داشتم اعصاب میخوندم، میگفت یکی از شاخه های در واقع نازوسیلاری، عصب نازوسیلاری که یکی از شاخه های عصب تریژیموناله یا عصب شماره 5 کرانیال، همین عصب اتمویدال قدامیه. عصب اتمویدال قدامی واسه تریژیمینال، بخوام دقیق تر بگیم برای انشعاب نازوسیلاری تریژیمینال. این از این. دنبال چی اومده بودیم اینجا ببینیم. این عصبی که اینجا گفته که از SOF رد میشن، فت آنال، چی کارا میکنن؟ لاکریمال یه حدسایی زدیم، فرونتال و هیچی. اوکلوموتور همونطور که گفتم، اولا که عصب شماره 3 همه عضلات حرکت دهنده چشم رو کنترل میکنه، حرکت دهنده های ارادی چشم، چون سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم میگیره توی چشم. این همه رو کنترل میکنه به جز دو تا عضله مایل فوقانی که توسط عصب تروکلئار یا عصب شماره 4 عصب دهی میشه. عصب شماره 4 کارش فقط همینه، عضله مایل فوقانی رو عصب دهی کنه. پس آسیب عصب شماره 4 باعث چی میشه؟ باعث میشه که چشم نتونه به سمت پایین کاملا بچرخه به صورت مستقیم. یکی از کالای عضله مایل فوقانی همینه که باعث میشه چشم مستقیما به سمت پایین بچرخه و به سمت داخل یا بیرون نمیدونم، ولی باعث میشه که منحرف نشه. یه عصب دیگه هم داریم، عصب ابدوسنت که عضله رکتوس طرفی رو، عضله صاف کننده یا راست کننده طرفی رو عصب دهی میکنه. عصب ابدوسنت عصب شماره 6. عصب شماره 6 و 4 فقط هر کدوم یک کار دارن، یکی از عضلات چشم عصب دهی کنه. بقیهش کار اوکلوموتوره که عصب شماره 3. خود عصب بینایی هم که عصب شماره 2. عصب اولفاکتوری یا بویایی عصب شماره 1. خب SOF رو داشتیم میگفتیم، عصبش رو گفتیم. یه ورید افتالمیک فوقانی ازش رد میشه. معقوله اینم دوباره ببین شریان افتالمیک که شاخه یک کاروتید داخلیه، یه
از اپتیک کانال رد شه، خب برگشتش توسط ورید یا توسط سیاه رگ از پایین ترش اتفاق میفته، از SOF Superior Optic Fissure. پس ورید افتادیک فوقانی اونجا داریم. سینوس وریدی اسفنوپریتال در امتداد کنار خلفی بال کوچک اسفنوید سمت داخل طی مسیر میکنه. سینوس ها هم که میدونیم حالت جعبه بندی یا باکس بندی، حالت ابر سیاه رگی داره. چرا بهش میگم ابر سیاه رگ؟ چون سیاه رگا دریچه لانه کبوتری دارن، مثل اینکه هم خون مدیریت شه توش، هم عفونت ها کمتر بتونه توش رو بجا. سینوس ها اینو ندارن، ولی خب جاشون بیشتره، سیستمشون هم متصل تره به هم. سینوس ها کارشون اینه که خون مغز رو بگیرن بدن به سیاه رگ، سیاه رگ ها اونو ببرن به سمت قلب. حالا یه سینوس وریده اسفنوپریتال رو داریم که در امتداد کنار خلفی بال کوچک، در امتداد کنار خلفی کنار پشتی بال کوچک اسفنوید. تقریبا گرفتی کجا رو میگه. به سمت داخل طی مسیر میکنه، به سینوس قاری تخلیق میشه. اینو دیگه میدونی کجاست، سینوس کاورنوس یا سینوس قاری. این پشت حالت افقی هم داره. واسه اطمینان بیشتر همین الان سرچش میکنم. خیلی خب، ما اگه اینجا رو قطع کنیم، یه دونه اینجا صفحه بزنیم، هیپوفیز رو میبینیم. اطراف هیپوفیز داخل استخوان فرونتال فکر میکنم سینوس قاری یه شبکه گسترده ای از اجزای مختلف سینوس قاری داخلش. نرو رد میشه، شریان رد میشه، بکنم ورید رد بشه. نرو 3 تا نرو رد میشه، 3 4 6 اگه اشتباه نکنم، جلوتر میرسیم بهش. ولی تو دیوارش یه سری نرو رد میشه، از وسطش یه سری نرو رد میشه، اون کلی عصب توش رد میشه. واسه همین خیلی مهمه. پس سینوس قاری رو نگه می‌داریم اینجا. جلوتر اگه گفت بهمون بریم چکش میکنیم. میگه سوراخ گرد در خلف انتهای داخلی شکاف اوربیتال فوقانی قرار دارد. در خلف انتهای داخلی شکاف اوربیتال فوقانی قرار دارد. بال بزرگ اسفنوئید رو سوراخ کرده و محل عبور عصب ماکسیلاری از گانگلیون تراژیمینال به حفره تریگوپالاتینه. خب پس همون اپتیک کانال SOF و IOF رو داشتیم. پشت SOF میشه سوراخ گرد. از سوراخ گرد عصب ماکسیلاری رد میشه. عصب ماکسیلاری عصب میانی تریژیمیناله. عصب تریژیمینال که شاخه افتالمیک داره میره بالا، یه شاخه میانی داره ماکسیلاری میاد وسط، شاخه مندیبولار داره میره پایین به سمت فک. شاخه میانی جلو داریم میخونیم، ما اینو تو کتاب میزنیم. شاخه ماکسیلاری از گانگلیون تراژیمینال، اینجاها میشه گانگلیون تراژیمینال، به حفره تریگوپالاتین از طریق سوراخ گرد میره. یعنی اینجا یه سوراخ گرد اینجا وجود داره، طریق اون وارد حفره تریگوپالاتین میشه که اینجاها میشه. دمشم میاد. سوراخ بیضی در خلف و خارج سوراخ گرد قرار داره، یعنی دوباره پشت SOF که سوراخ گرد بود، پشت سوراخ گرد هم سوراخ بیضیه، خارجی تره. سوراخ بیضی هم بال بزرگ استخوان اسفنوئید رو سوراخ میکنه مثل سوراخ گرد. محل عبور ریشه حسی بزرگ و ریشه حرکتی کوچک عصب مندیبولاره. دوباره مندیبول، این که ماکسیلاری بود گفتیم، یه افتالمیک داره که میره بالا، اینا واسه تریژیمینال همش. بدونم مندیبولار داره که میاد پایین. مندیبولار از سوراخ بیضی رد میشه، ماکسیلاری از سوراخ گرد رد میشه. مندیبولار یه ریشه حسی بزرگ و یه ریشه حرکتی کوچک داره که از طریق سوراخ بیضی نه به حفره تریگوپالاتین، این سری این به حفره اینفراتمپورال وارد میشه. علاوه بر ریشه‌های حسی و حرکتی مندیبولار که از سوراخ بیضی میگذرن، عصب پتروزال کوچیک هم از این سوراخ عبور میکنه. امروز راجع به عصب پتروزال کوچیک خوندیم، صفحه
133 چی یادت میاد ازش؟ میخوام کتاب نگاه کنم. پتروزال کوچک، ببین آها اون نمیاد. آها اصابی گلوسوفرین باشه. خب نیازی نیست اصلا اون بیاریم وسط. فعلا زوده واسه این که بفهمیم چیا پتروزال رو میسازن، چون خود عصب پتروزال یه شاخه پاراسمپاتیک سمپاتیک دریافت میکنه از یه عصب دیگه‌ای، از یه جای دیگه‌ای از مغز. اون خیلی جلوتر بهش میرسیم. سوراخ خاری کوچک در خلف و خارج سوراخ بیضی. ببین همینجوری داره میره، خلف خارج خلف خارج. از SOF شروع شد، چه شکلی بود؟ SOF شروع شد، خلف خارج خلف خارج، همینجوری میره به سمت پشت و به سمت طرف. یعنی این صورت باشه، عقب طرف. ترتیبشون هم اینجوریه که اول سوراخ گرد رو گفته، بعد بیضی رو گفته، بعد خاری رو گفته. این هم دوباره بال بزرگ اسفنوئید رو سوراخ میکنه، سوراخ خاری. این سوراخ شریان مننژیال میانی از حفره اینفراتمپورال وارد حفره کرانیال می شود. شریان مننژیال میانی از طریق سوراخ خاری از حفره اینفراتمپورال وارد حفره کرانیال میشه، یعنی داخل مغز. در اون یک ناودان از داخل یکی از این استخوان‌ها روی یه ناودانی یه حالت این شکلی این شریان محافظت میشه، اینجوری میره به سمت بالا داخل این استخوان، به اون میگن ناودان. یه ناودانی طی مسیر میکنه، یه ناودانی بر روی سطح فوقانی بخش صدفی استخوان تمپورال و فال بزرگ اسفنوئید به سمت جلو و خارج این مسیر میکنه. پس به اینجاها میرسه. شریان مننژیال میانی پس از این مسیر بودایی به شاخه‌های قدامی و خلفی تقسیم میشه. شاخه قدامی به سمت جلو و بالا به سمت تریون میره. تریون اینجا بود. این گفت تریون مفصل بین بگو دیگه بین تو استخون بود که خیلی هم محل آسیب پذیری بود چون دیواره نازکی داره. الان بهت میگم تریون محل مفصل شدن استخوان پریتال با بال بزرگ استخوان اسفنوئید بهش میگن تریون. حالا گفتیم پس یه شریانی هم هست، شریان مننژیال میانی از سوراخ بیضی از سوراخ خاری رد میشه و میاد میره به سمت حفره کرانیال. از یه ناودانی طی مسیر میکنه میره به سمت جلو و خارج و تقسیم میشه به شاخه‌های قدامی و تحتانی و قدامی و خلفی. قدامی به سمت جلو و بالا به سمت تریون میره، محل مفصل شدن پریتال و بال بزرگ اسفنوئید. در این محل شریان قبل از بال بزرگ یا بال کوچک؟ بال بزرگ. در این محل میگه که شریان آسیب پذیره. چرا؟ چون توی محل شریان قبل از اینکه بر روی استخوان پریتال به سمت عقب و بالا قوس بزنه شکاف یا تونل عمیق و کوتاه در استخوان ایجاد میکنه. خیلی دیگه نازک میشه اینجا استخوان، پس ممکنه بر اثر ضربه آسیب ببینه. شاخه خلفی شریان مننژیال میانی این قدامی بود که داشت. شاخه خلفیش که به سمت عقب میره از بخش صدفی استخوان تمپورال میگذره تا به استخوان پریتال برسه. اوکی. سوراخ گرد، سوراخ بیضی، سوراخ خاری، سوراخ پاره یا فورامن لاسرو. سوراخ بزرگیه با شکل نامنظم بین رأس پتروس تمپورال و استخوان اسفنوئید قرار داره. بین رأس پتروس تمپورال و استخوان اسفنوئید قرار داره، یعنی
بازم خارجی تر از این سوراخ ها. منفذ تحتانیش توسط قضروف توی دوران کودکی و بافتلیفی پر شده، فقط عروق خونی کوچک از این طریق وارد کرانیال میشه. کانال کاروتید یکی از کانال‌های مهم فرات کرانیال. 5 دقیقه وقت داریم، میخوام 30 دقیقه شه و برسونیم خودمون به کرانیال. حفره کانال کاروتید در بالای منفذ تحتانی محسوب شده سوراخ لثران به این سوراخ وارد میشود. اوکی، پس کانال کاروتید در بالای منفذ تحتانی، گفتیم منفذ تحتانی لثران مسدود شده، پس کانال کاروتید از بالاش وارد این سوراخ میشه. شریان کاروتید داخلی، یکی از شاخه‌های کاروتید داخلی میشه افتالمیک دیگه. از طریق کانال کاروتید وارد سوراخ شده و به سمت بالا قوس میزنه تا به طرفین تنه استخوان اسفنوئید برسه. سپس به جلو و داخل سینوس کاورنوس میرود. اولین عضوی که پس وارد سینوس کاورنوس شد، گفتیم کلی چیز میاد داخلش، شریان کاروتید بود. گفت شریان به سمت جلو و داخل سینوس کاورنوس میرود تا به ناحیه زائده کلیندوئید خدامی برسه. زائده کلیندوئید خدامی رو همین جلسه خوندیم راجبش. زائده کلیندوئید خدامی، انتهای داخلی بال کوچک اسفنوئید در هر طرف زائده کلیندوئید خدامی رو تشکیل میده که محل اتصال چادرمی مخچه بود. خب پس در سمت داخل زائده کلیندوئید خدامی به صورت عمودی به سمت بالا قوس زده و از سینوس کاورنوس خارج میشود. حالا میگه تو سینوس کاورنوس چه مسیری طی میکنه، اینش فکر نمی‌کنم خیلی مهم باشه، همین که بدونی وارد سینوس کاورنوس شده کافیه. برای رأس بخش پتروس استخوان تمپورال در سمت خارج سوراخ لثران یا سوراخ پاره، بخش اثر مربوط به گانگلیون تریژمینال وجود دارد. پتروس تمپورال سمت خارج سوراخ لثران، گانگلیون تریژمینال یا اثراتش وجود داره، اینجاها میشه. برای سطح قدامی استخوان پتروس هوشیار برای عبور اعصاب وجود دارد. سطح قدامی استخوان پتروس، هم استخوان تمپورال، پتروس تمپورال، هوشیار برای عبور اعصاب وجود دارد. شیار داخلی بزرگتر بوده، محل عبور عصب پتروزال بزرگ، شاخه‌ای از عصب فاسیال. عصب فاسیال عصب شماره 5 بود یا 7 عصب پتروزال بزرگ، شاخه‌ای از عصب فاسیاله و شکاف کوچکتر طرفی، محل عبور عصب پتروزال کوچک، شاخه‌ای از شبکه تیمپانیک. شبکه تیمپانیک یعنی چیه، از کجا میاد، از کدوم سی ان، از کدوم کرانیال نرو، نمیدونم، خوندم نمیاد. اینجا هم چیزی نگفته، فقط گفته که عصب پتروزال کوچک برای شاخه‌ای از شبکه تیمپانیک. پتروزال بزرگ هم شاخه‌ای از عصب فاسیال، عصب شماره 7. اوکی، عصب پتروزال بزرگ در عمق گانگلیون تریژمینال وارد سوراخ لثران شده و با پیوستن به عصب پتروزال عمقی، رشته‌های سمپاتیک اطراف شریان کاروتید داخلی عصب کانال تیریگوئید را تشکیل می‌دهد. عصب پتروزال کوچک به سمت جلو و به سمت سوراخ بیضی می‌رود. بیا اول عصب پتروزال کوچک رو ببندیم، 1 دقیقه وقت داریم، بعد بریم سراغ توضیح عصب پتروزال بزرگ. ببین عصب پتروزال کوچک که گفتش جزء شبکه تیمپانیکه، از کجا رد میشه؟ به سمت جلو و به سمت سوراخ بیضی میره. عصب پتروزال بزرگ که جزء شاخه‌ای از عصب فاسیاله، این یه خورده داستانه. این عصب یعنی پتروزال بزرگ در عمق گانگلیون تریژمینال به یه عصب دیگه میپیونده به اسم پتروزال عمقی. پتروزال بزرگ به پتروزال عمقی میپیونده. رشته‌های پتروزال عمقی چیه؟ پتروزال عمقی رشته‌های سمپاتیکیه که اطراف شریان کاروتید داخلی وجود دارن. رشته‌های سمپاتیکیه که از این هم حتی امروز خوندم، از یه جایی منشأ میگیرن این رشته‌های سمپاتیک اطراف شریان کاروتید داخلی، از یکی از شبکه‌های سمپاتیک گردنی منشأ میگیرن، میان دور کاروتید داخلی میچرخن، یه شاخه‌ای میدن به پتروزال عمقی، یعنی یه شاخه‌ای میدن که اصلا اسمش میشه عصب پتروزال عمقی. این شاخه به عصب پتروزال بزرگ میپیونده، با همدیگه این دوتا میشن عصب کانال تیریگوئید. عصب کانال تیریگوئید چیکار میکنه؟ 10 ثانیه‌ای ببینیم.
Nerve of the trigoid canal forms from the junction of the greater petrosal nerve and the deep petrosal nerve. میگه که این نرو، این عصب پتروید، عصب کانال پتروید یا تریگوید، از اتصال همون پتروزال بزرگ و پتروزال عمقی در فورامن لاسروم تشکیل میشه. This combined nerve exists the foramen lacerum and travels to the petrigopalatine fossa through the petrigoid canal in the spine. این نگفته چیکار میکنه. What does شروع okay what is another name مثلا این جلسه صفحه 20 تا 23 رو خوندیم. 23 ستون سمت راستشیم، آخرشه. از عصب ابدوسنت ادامه میدیم فردا نیم ساعت سوم.